باز کنه برادر رو. بله پسرم. نپرانید ایتن، نپرانید. آتش نکشایید. برادر رو باز کنه سینون. زود تسلیم شوید، زود باشید، وگرنه او رو بپرانم. چی گپ شد سینان؟ این پسر کیست؟ پسری من است ایتن. چه خیلی پسرت؟ او از کجا پیدا شد؟ من خودم به نزدیکی فهمیدم ایتن، به نزدیکی. سینانی ابله، با من گوش کن یا تسلیم بشوی. یا که پسرت رو از سرش میپرانم. اگر زودتر با یک قرار نهایی پسرت میمیرد. از سرش میپرانم. فهمیدی سینون؟ از سرش. سینان چی کار میکنه؟ اگر خواهی تسلیم شویم هممون رو میپرونند. بحری را هم. سرت را کار فرما حمق. تا این روز کار نکردی. اکنون با یکم خلاصه بیا. کار نمیکند احمق. کار نمیکند. شاید راه همان تا همین جا بوده است. هم پسرم را و هم شما را نجات میدیم و هیچ کس اجازه نمیدیم که به شما ضرر رساند. اگر بر وقتر میدانستم یگان تاشان را زنده نمیموندم. آخر آن دقیقت شروع شد سینون. وقتی زیادگی دیگر نداری. زودتر با یک قرار بیا. اگر رئیس این محله نمی بود این کارها هیچ گونه نمی شد. یعنی اما که امید رئیس نوی محله ما شما می باشد. سرم من نمیدونم چی گویم. آخر انسانی بافم تنها شماید اما و رئیس هم تنها شما شده می فهمد و توی الدا و قزبان رو شما می رسد. زودتر این رو برد زود میشه. زودتر من نمیدونم چی گویم. مادامی که شما میخواهید مجبورم راضی شوم. یا اول توی الدای چکان را بذاریم. الدو رفتیم. الدو تو حالا هم آماده نشده یا آخر مهمانان آمده؟ حاضر. زود باش. حاضر برادر. الدو کزبانم. حالا آماده نشده ای تو؟ آخر کزبانم چرا تو آماده نیستی؟ من که میکار داشتم. نفسش آماده شده. دیر موندم خیلی. اکنون را آماده سرم تو رفته دیلو رو گرفته بیار. مایلش مادر جان باز از حال بیمار خبر میگیرم که در کدام آور باشه. اپا چشمانتان رو پوشید. من شما رو مایی نمیکنم اپا جان.
اکنون شوید چی کار میکنی عمر؟ یعنی کاری کردم را شما نفهمیده. نه نفهمیدم. اپا جان در حق شما دعا میکنم. باوری دارم که خداوند به شما شفا میدهد. شما بهترین اپایید. اپا جان جانکم شما به من یگون حکایه نکنم میکنه؟ مایلش از مثنوی میشود. مایلش یک روز یک کاروان برای سودا کردن مالشون به راه میبرویند. روزی دراز راه میروند، عاقبت بعد خسته میشوند. در یک جا کاروان را نگاه داشته استراحت میکنند. تنها یکی را برای پاسبانی کاروان بیدار میگذارند. بعد غارتگران برای غارت کاروان میآیند. این پاسبانی بیدار بوده از ترس غارتگران خود را به خواب میزند. غارتگران میبینند که همه خوابند، مال کاروان را دزدیده میروند. شب روز می شود و کاروانیان از خواب بیدار می شوند. می بینند که مالهایشان نیست. بعد از پاسبان می پرسند که مالهایشان کجا شدند؟ برای چی پاسبانی نکردی؟ پاسبان در جواب می گوید از دست یک خودم چی می آمد؟ آنها خیلی زیاد بودند. و باز می گوید که ترسیدم، جسارت نکردم. اگر خواهید خود حاضر داد می زنم. و بعد با تمام آواز داد می زند خیزید بیدار شوید. و کاروانیان به او میگویند دیر شد، هر یک کار وقت و ساعت خود را دارد. راست میگویی دیلا. یعنی هر یک کار در وقتش کردن لازم. خدایا با من کمک کن که با تکلیفم راضی شود. یعنی همه کار را در وقتش کردن لازم است. آفرین با برادرم، تو خیلی باسواد هستی. اپا این حکایه خیلی کوتاه بود. یک توی دیگر هم نقل کنید. یک توی دیگر؟ التماس اپا جان نقل کنید. عمر اپات رو زیاد خسته نکن. خسته نکردم، من او را معاینه کردم. خدا خواهد البته شفا مییابد. حالا گوی که دکترم شده است. هیچ گپ نه. تو رفته از پسی کارچه با آقای دکتر. کمی پس توی الدو هم آغاز میابد. ما حاضر میآیم. مایلش من میروم. تو بازدید. آقای طاهر، من با این احوال توی رفته نمیخواهم. چی کم بودی دار دیلا؟ تو خیلی باقوت هستی. باوری دارم که با توی رفته هم میتوانی. کنی بیا. بیا دیلا. اویسته اویسته اویسته. وای دیلا، دیروز اویدی یک مسئله گپ زدنی بودم ولی نتوانستم. بله. احوال سلیمه چه خیل است؟ من در کجایم؟ سلیمه خوب هستی؟ طاهر همین جایی. خدا رو شکر. سلیمه این کارو با تو کی کرد؟ با تن. فهمه چرا این کارو کرد؟ آخر او تو رو دوست می داشت. طاهر با دقت باش. با تن از عقل بیگانه شده است. شاید با تو هم ضرر رساند. با فکرم بعدی مرا به این حال گرفتار کردن از پس تو شده است. او دیوانه تیار. باور ندارم که خودش رو اداره کند. من نمیفهمم سلیمه، برای چی با تن به من ضرر میرسانده نیست؟ برای آن که من او رو نیو تو رو دوست داشتم. با تو مکتوب نوشتم اما جسارت نکردم که فرستانم. او مکتوب ها رو پیدا کرده است. دیگر راهی بازگشت نیست طاهر. مالش سلیمه، آروم شو. او با من یگان کار کرده نمیتواند. من به امنیت خبر میدم. دیگر تو با آن تشکیلات نمیروی. مرا تنها نگذار. مرا تنها نگذار طاهر. مرا به امنیت نسپار. سلیمه رفتنم لازم.
تو باید استراحت کنی فهمو؟ برای تنها نموندنت به نزد یک کس رو میفرستم. بیا میرویم. دیلو آیسته تمام اکنون مرا دار انا تمام بیا بیا وقت تمام شد سینون. مایلش تسلیم شوم بوتان با یک شرط با آدم های من ضرر نمیرسانی با آنها راه میدی که برآمده روند پسرت سینون پسرت در دست من هست من قرار میبرارم همه‌تون با سینون میمونید همه‌تون تسلیم میشوید من خودم را تسلیم میکنم بوتان فکر کردی که با اینها یک جایه تسلیم میشوم اگر مرا خواهی اینها را جواب میدهی از پسشان نمیروی آنها با راهی دیگر میروند همه اشان را سر میدهی بحری را هم سر میدهی پسرم را سر میدهی فهمیدی من خودم اینجا میمانم همه چی را بین خودمون حل میکنیم فهمیدی مایلش سینون مایلش قبول میکنم آدمانت یک تا رفتن گیرن بحری را سر ده پدر راضی نشوید آنها شما را بکشند راضی نشوید پسرم آدم بر این زندگی کردن نتوانستم بگذار آدم بر این بمیرم بوتان گروهی اولین را روان میکنم ایتن روید من نمیروم با تو میمانم اگر با من مانی میمیری باید روی نمیروم با تو میمانم از کی باز با گفته هایم زید میبرایی ها زود گروه را گرفته رو روید سینان این کار را نکن تو را میکشم زود باش ایتن زود باش گروه را گرفته رو از اینجا اگر خواهید گریزید اگر نخواهید و دولت تسلیم شوید در این تشکیلات دیگر به شما جایی نیست زود روید روید سینان ایتن رو ایتن تو را هیچ وقت فراموش نمی‌سازم روید
بوتان گروه رفته ایستاده است. اکنون بحری را هم سرده. شما را تنها نمیگذارم پدر و هیچ کجا نمیروم. رو به تو گفتم زود باش. از بویت سیر نشدم پسرم بحری. به تو پدری هم کردن نتوانستم. اکنون ماند که این مراتب به تو پدری کنم. اکنون رو از اینجا به نزد مادرت برو. برو پسرم برو. اکنون من تسلیم شوم. بوتان من تسلیم شوم. هست چی خیلی عاشق شدن رو با اون نشان میدیم. خوش آمد. خوش آمد. توی پسرم داوود تکلیف خاندار شوی رو نکردی؟ فرصت نشد مادر جان. انشاءالله تکلیف میکنم. اوی در توی دخترم هم اشتراک کردن نتونستم. اکا سلیمه شما رو میپرسد احوالش بد است. من رفته از احوال سلیمه خبر بیشتر. خوش آمده. رئیس
دکتر من اینجایم آی دکتر من اینجایم شاید نجوم من اینجایم دکتر وای پارم رئیس کنی خس همینطور دکتر جان التجا میکنم مرا به امنیت تسلیم نجوم رئیس التجا میکنم نجوم در جوی کارت یک مکتوب گفتم آن مکتوب رو پدرم با تو رمان کرده بود است یعنی با پدرم در علاقه بوده ای رئیس با من گوی پدرم در کجا است تو چی ها گفته ایستاده ای دکتر رئیس گپ زن پدرم در کجا است این چیز را از من نپرس در کجا بودنش را گفته نمیتوانم به پدرت قول دادم و باز چی آخری خیلی خطرناک است دکتر و مرا بیفهم چه خطرناک است رئیس به این هم حبس میشوی مرا بیهوده مجبور نکن دکتر بسیار چیزایی هست که تو نمیدانی برای همین البته فهمانده در کجاست در کجاست پدرم دکتر خدا در احتیاط کن رئیس ایستا رئیس ایستا با تو گفتم نگریز ایستا رئیس بوده ای دکتر فکر کردی که در کجا بودنی پدرت رو به تو میگویم مرا احمقمون کردی خسته نباشید اپاها از شما یک چی پرسم یگان طفل خورد رو به اینجا نآوردند ندیدید شما من مادرش میشوم نه ندیدیم به خدا ندیدیم تشکر سلامت باشید این تروریست در اینجا چیکار میکنن؟ سربازان خدایا با اینها من چی گویم نمیدونم در اومدی دیه ها ایستادند شاید سینم کمک کند بردارید تو حالا از بالای من شکایت کردنی بودی ها؟ جا گفته ایستاده باتن کشتنی باشی زودتر بکش باز چرا انتظار هستی؟ تو چی فکر کردی که زود از من خلاص میابی؟ حالا برای این در نزد من عذاب بکشی زاره میکنی پایان کنید بردارید حالا خیلی عذاب میکشی زیادتر تو با این سزاوار هستی آنها با تو پایان کنید شما را نجات میدهم پدر شما را تنها نمیگذارم بردارید زنید پایان کنید بردارید تو دوستی پدرم هستی چرا تو نرفتی؟ برای چی اینجایی؟ او رو چه تنها گذاشتن بردارید ابخار تو به من گوش کن به نزد آنها رفتن خیلی خطرناک است حاضر من خودم رفته پدرت را نجات داده میارم تو مرا اینجا انتظار میشوی نه من هم میروم نمیروی گفتم اگر به تو یگان حادثه شود او هیچ وقت مرا نمیبخشد میروم گفتم و مانند پدرت یک رو هستی از گپت نمیگردی حاضر تو باید به گفته من عمل کنی وگرنه دستگیر میشوی تو مرا کی گمان کردی؟
بردارید. ملغوزی رفته اون دختوری بیشرف رو میکشه تا بهوش شدنش دوام دهید. با دقت باشد که نمیرد. بدرونیو ایستا در جایت. راگرد کی میپرونه؟ راگرد زود دستان سینان را کشایید. راگرد کشایید گفتم. بند را کشایید. کشایید زودتر. خواهین های ابله. ایتین برای چی آمدی؟ تو را در دست این خائن ها تنها نمیگذارم. ایتین با دقت باش. ایتین ایتین تو اینقدر مرا دوست می‌داشتی. برای من اینقدر داشتی. تو برای من قدر داشتی. برای چی؟ برای چی؟ او را پراندید. او را برید. خواهید ایتین رفته. خواهید بودن. ایتین الدو رقص کنه. نیست تو کسی؟ من از همین تشکیلاتم در آشخانه کار میکنم. گذار. به شما چی شد؟ خدیجه این چه احوال است؟ همه کار برباد رفت خدیجه. اکنون تو از پس کارت یافت. تو را هم میکشند. من شما رو نجات میدیم. حتما نجات میدیم. کمی دیگر بعد.
دختری بیشرف سلیمه رو از من گرفتی برای تو شده او رو پراندم حاضر برنم این تو جواب خواهی داد تو را میکشم برای امروز همین قدرش کفایه است. حالا اکنون وقت استراحت. کنی استراحت کن. خداوند از شما راضی باشد آقای تویر. از تو هم دلا، از تو هم. شب خوش دلا. به شما هم. احوالا چی خیلی است سلیمه؟ تو حالا مزون میکشی؟ انا برای چی از من رو گردانده ای تویر؟ تو دیلو رو دوست میداشته ای؟ تویر تو چی ها گفته ای صدای سلیمه؟ پیشم با تو گفته بودم من باور میکنم که منو دوست میداری، اما فکر و اندیشه ای مرا هم میدونی. بله میدونم. چه خیلی به دیلو نگاه کردنت رو دیدم. تنها دوست داشته همین طور نگاه میکند. سلیمه از آنی من است. تو میمیری. بوتن تویر اگر تو نمی بودی این خیل نمی شد. تو باید بمیری. بوتن من تو رو میکشم. میکشم. بوتن با من گوش کن. برای چی من تو رو گوش میکردم؟ بوتن سرد رو مایده مایده میکنم. سلیمه از آنی من میشود. بوتن ایستو. برای من شده به تویر ضرر نرسون. سلیمه تو ایستو. ایستو تو بوتن. دیلا آقای تویر یلماس تو خوب هستی؟ بله خوبم. به فکرم یگان ضرری ندیدم. دیلا تو خوب هستی؟ خوبم. شما چی خیلید؟ منم خوبم. اگر کمی دیر میکردی ما رو میکشت. کنی خیزه شوید؟ خیزه. چی شد طاهر؟ انشالله یگان ضرری نرسیده است؟ نه هیچ نشده است. خدا شکر خوبم. یلماس با تو چی شده است؟ نه چیز نه خوبم. کلی بیا اویسته. خوب هستی؟ خوبم تویر.
من این را برای تو آوردم. بخیر است؟ از مکتب فرستادند. همین خیر. ساکا صدای تیر چی شد؟ نترس. خوب است. خوبم. خواطر نشم. چی میگفتم؟ بخیر است. به مکتب دعوت کردم. خیلی خوب یلماز. این خیلی خوب. تو چی فکر داری؟ مکتب را تمام کردم و علی خوب شده خدمت کردن میخواهم. بسیار خودتان میدانید که برفین حامله است. اکنون باید فکر آیله را هم کنم. بله رفتن میخواهم. برای به قید گذاشتن باید پگاه برا برایم. بله راست میگویی. دیلا رو هم همراه خودتان برید. من به رفیقم زنگ زدم به شما کمک برسم. بله خیلی خوب می شود. اما دیلو چی می گفته باشد؟ آقای طاهر من نروم نمی شود. برای چی دیلا؟ رفتنت خوب می شود. زودتر شفا می یابید. حالا با اینکه پگاه باشد میروند. اگر دیلا را از جزیره با سزمه عوض میکنند میبینی دخترم شیر را اتقا میکند یا کسی مرا. کیست اینجا؟ ایستا مپرونم. ایستا. از همه خوب باش. با امنیت خبر میدیم. آنها پدرم را نجات میدهند. آب دید. از برای خدا آب دید. مرحمت. از برای خدا به تو آب. تو کی هستی؟ یک بنده عزیزی خدا. برای نجاتی من آمدی یا اینکه تو از رایل هستی؟ بیا با من. تو کی هستی؟ برای چی به من کمک بکنی؟ مرا یعقوب می‌نامند. یعقوب. تو باش سینان هستی میدانم. بیا زودتر باش. آماده باشه. تو عقلت را خورده ای. از دست مچخیل میگریزیم. ما رو میکشند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. چی خیر شد؟ من نفهمیدم. دعا هم سبب شده میتواند. آخر من خیلی گناهگارم.
تا امروز خیلی گناه کردم. آخر یگان کاری سبب نکردم. پسرم هر یک گناه سبب دارد. خداوند رحمان و رحیم می باشد، بخشنده است. به ناموس دختری رسیدم. گناهم چخیل بخشیده می شود. اگر با او خاندار شده او را بدنی قبول کنی، بعدا توبه کنی، بخشیده می شود. خاندار گفتید؟ خاندار گفتید؟ خدیجه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ آن مرد کجا شد؟ چه خیلی مرد سینون؟ بغیر از من و شما اینجا هیچ کس نیست؟ از آنجا با تو برآمدم. چه خیلی برآمدم خدیجه؟ یعنی شما هیچ چیز رو در یاد ندارید؟ چی شد؟ بنابرای قرارگاه را تیرباران نمودن، هواپیماها بمب باران نمودن، گرد و اطراف همه پراکنده شد، همه از ترس گریختن. من از فرصت استفاده برده شما رو نجات دادم. اکنون به کجایی که خواهید رفتن گیرید، مرا باز نجویند. نرو دیگر من هستشون. به خانه اتان رو خدیجه. رفتن نمیتوانم سینان. تا پیدا کردن پسرم همینجا میمونم. شما چی کار میکنید؟ به کجا میروید؟ به ده میروم. برای تازه کردن گناهم، برای توبه کردن. توبه میکنید همین خیل؟ من اکنون تا آخرین نفسم میدونی چی کار میکنم؟ توبه میکنم. دیلا کمی پس به شهر می رود. تو حالا هم به او پیشنهاد خانه‌داری رو نمی کنی؟ پیشنهاد میکنم مادر جان، پیش از رفتن نمیگویم. خب باتن کماندو، اگر این سربازان آنجا باشن به ده در آمدن مشکل. دمت را گیر احمق. البته یکون چورش رو میابم. مادر جان. بحری؟ مادر جان. پسرم. مادر جان، پدرمو دستگیر کردند. احوالش بد است. باید با آقای دکتر رفته به امنیت خبر دهیم که پدرم را نجات دهند. الدا، ببخش برادر. تو را بعد یک روز توی سرگردان کردیم. هیچ گپ نیا که اولماز. ما اکنون یک اویل هستیم. الدا لبه طاهر در داخل باشد. بله در داخل است. گفت که من خودم دیلا رو میارم. این خیل باشد من با آنها کمک کنم. نه ایسا گفته باشد که میارم، پس البته میارد و البته یکان گفتنیه دارد. مایلش خاله جان. دیلا، من چند روز شد که با تو یک گپ رو گفتنیم، اما جسارت نکرده ایستادم. بعد اینقدر حادثه‌های گذشته چی خیل گویم نمیدونم. دیلا، من دیلا، من با تو پیش از رفتنت گفتم گپ زمان کنم. نتیجهش چی شود نشود برای من مهم نیست.
دلو من با تو خانه‌دار شدن میخواهم. اگر تو خواهی دلو با من خانه‌دار شدن میخواهی؟ اما این چه می شود آقای طاهر؟ نه دلو، یگان چی سبب شدن نمیتواند. اگر من لایق تو باشم میدانم که دیر کردم، اما دیگر دیر کردن نمیخواهم. مایلش من فکر کردن میخواهم. میشود که جوابش را بعد به شما گویم. مایلش میشود. تو چی خیلی که خواهی؟ بیا که ما رفتیم. یک دقیقه. تمام. بیایید به شما کمک کنم اکای الماس. تمام. برادر. مادر جان. دخترم. از من راضی باش. انشالله برگردم. تو رو هم دوست می‌داری طاهر. مایلش. تو بزدید خواه. خاله جان دستانتان را بوسم. تو بزدید پسرم. روی سفید باش. خیر. پناه تا به خدا. مرکبون رفتیم. تو بزدید فرزندان. ایستید صبر کنید. خیزبان جانم. الدو این رو برای تو تیار نمودم. با اونها هم ده. اونها هم خورند. خیزبان جانم تشکری زیاد. خیر ما میرویم. تو با خالم خداوند از تو راضی باشد خیزبانم. روی سفید. در پناه خدا. روی سفید. رفتیم مادر جان. آقای دکتر آدم های تشکیلات پدرم را عذاب داده ایستادند. التماس او را نجات دهید. زود با کمیسر خبر دادنم لازم. زودتر روید. سینا دکتر پدر سینا پدر جون پسرم جانم تو چه نجات یافتی سینا؟ با کمک خداوند خدیجه باز به همان تشکیلات همراه شد. بیا رفتیم. انا آماده ایستادند. آماده باشید. یک تا از این نمانت بسنده است. رفته. Yılmaz!
دلو بس دلو دلو همشیره رو بیارید Yılmaz! Serdihit! Dilo! Serdihit! Yılmaz! Yılmaz! Serdih Maro! Yılmaz! 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 اگر خواهید که همشیر رو گیرید و دکتر گوید سلیمه رو نزدیک روان کند سلام همشیره من بار دیگر واخوردیم کنی فهمم که برای دکتر بیشتر تو قدر داری یا سلیمه خدا شفا دهد تشکر طاهیر تشکر زلیخا برای تو آمدم زلیخا مرا ببخش زلیخا من با تو خانه‌دار شدن میخواهم زلیخا اقلا حقت رو حلال کن طاهیر دیلو را دزدیدن طاهیر چی؟ چی؟ بوتان دیلو را دزدیده بود شعری من بوی تو دارد عطر گسوی تو دارد مصرعی پیوسته من یاد ابروی تو دارد مصرعی پیوسته من یاد ابروی تو دارد عاشقی چشم تویم جان 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 من بهترین شباترین زیباترین ارمان من عاشقی چشم تویم جان 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 من بهترین شباترین زیباترین ارمان من به تو وقتی من جوانه شعرهای من روانه به جهان عشق پاکت این جهان بر من جهانه
خنده ای بختی سفیدم روی تو روی سعادت چشمی تو چشمی امیدم از تو این روزی سعیدم خنده ای بختی سفیدم روی تو روی سعادت چشمی تو چشمی عاشقی چشمی تویم جان 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 من بهترین عالی ترین بالاترین ارمان من عاشقی چشمی تویم جان 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 من بهترین عالی ترین بالاترین ارمان من شیرین ترین ارمان من زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم ای خدا ترکی پسم ای خدا از آچه شد و مشدا گریز من و ز من سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گرفتارم و چشمانی سیاه تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده میده با خوشت خوشی تو میمیرم خاک آمده ما بر خواب میروه ما بس کنید پرونده رو بله پسرم نپرانید ایتین نپرانید آتش نکشایید
پرونه رو باز کنه سینون. زود تسلیم شوید. زود باشید وگرنه او رو میپرونم. چی گپ شد سینان؟ این پسر کیست؟ پسری من است ایتین. چه خیلی پسرت؟ او از کجا پیدا شد؟ من خودم به نزدیکی فهمیدم ایتین، به نزدیکی. سینانی ابله با من گوش کن یا تسلیم بشوی. یا که پسرت رو از سرش میپرونم. اگر زودتر با یک قرار نهایی پسرت میمیرد. از سرش میپرونم. فهمیدی سینون از سرش؟ سینان چی کار میکنه؟ اگر خواهی تسلیم شویم هممون رو میپرونند بحری را هم. سرت را کار فرما حمق. تا این روز کار نکردی. اکنون با یکم خلاصه بیا. با یکم خلاصه بیا. کار نمیکند احمق. کار نمیکند. کار نمیکند. شاید راه همان تا همین جا بوده است. هم پسرم را و هم شما را نجات میدیم. به هیچ کس اجازت نمیدیم که به شما ضرر رساند. اگر بر وقتر میدانستم یگان تاشان را زنده نمیماندم. آخر آن دقیقه چرا شد سینون؟ وقتی زیادتی دیگر نداری. زودتر با یک قرار بیا. اگر رئیس این محله نمی بود این کارها هیچ گونه نمیشد. یعنی اما که امید رئیسی نوی محلهمان شما می باشد. سرم من نمیدونم چی گویم. آخر انسانی بافم تنها شماید اما و رئیس هم تنها شما شده میفهمد و توی الدو و قسمان رو شما میرسد. زودتر اینها رو برد زود بشه. من نمیدونم چی گویم. مادامی که شما میخواهید مجبورم راضی شوم. یا اول توی الدوی چکن را بذاریم. الدو رفتیم. الدو تو حالا هم آماده نشده یا آخر مهمانان آمده؟ حاضر. زود باش. حاضر برادر. الدو کزبانم. حالا آماده نشده ای تو؟ آخر کزبانم چرا تو آماده نیستی؟ من که میکار داشتم. کنید آماده شوید. دیر موندیم خیلی. اکنون را آماده سرم تو رفته دیلو رو گرفته بیار. مایلش مادر جان باز از حال بیمار خبر میگیرم که در کدام حالت باشه. مایلش اپا جون بذارید. من باید خونه دیگر. اپا چشمانتان را پوشید. من شما را معاینه میکنم اپا جان. اکنون شوید. چی کار میکنی عمر؟ یعنی کاری کردم را شما نفهمیده؟ نه نفهمیدم. اپا جان در حق شما دعا میکنم. باوری دارم که خداوند به شما شفا میدهد. شما بهترین اپایید. اپا جان جانکم شما با من یگان حکایه نکنم میکنه؟ مایلش از مصنوی میشود.
майлаш. як рӯз як корвон барои савдо кардани молашон ба роҳ мебароянд. рӯзи дароз роҳ мераванд, оқибат баъд хаста мешаванд. дар як ҷо корвонро нигоҳ дошта истироҳат мекунанд. танҳо якеро барои посбонии корвон бедор мегузоранд. баъд ғоратгарон барои ғорати корвон меоянд. ин посбони бедор буда аз тарси ғоратгарон худро ба хоб мезанад. ғоратгарон мебинанд ки ҳама хобанд, моли корвонро дуздида мераванд. шаб рӯз мешаваду корвониён аз хоб бедор мешаванд. мебинанд ки молҳояшон нест. баъд аз посбон мепурсанд ки молҳояшон куҷо шуданд. барои чӣ посбонӣ накардӣ? посбон дар ҷавоб мегӯяд: аз дасти як худам чӣ меомад? онҳо хеле зиёд буданд. ва боз мегӯяд ки тарсидам, ҷасорат накардам. агар хоҳед худи ҳозир дод мезанам. ва баъд бо тамоми овоз дод мезанад: хезед, бедор шавед. ва корвониён ба ӯ мегӯянд: дер шуд, ҳар як кор вақту соати худро дорад. рост мегӯӣ дило. яъне ҳар як корро дар вақташ кардан лозим. худоё ба ман кӯмак кун ки ба таклифам розӣ шавад. яъне ҳамаи корро дар вақташ кардан лозим аст. офарин ба бародарам, ту хеле босавод ҳастӣ. апа, ин ҳикоя хеле кӯтоҳ буд. як тои дигар ҳам нақл кунед? як тои дигар? илтимос апаҷон, нақл кунед. умар, апатро зиёд хаста накун. хаста накардам. ман ӯро муоина кардам. худо хоҳад, албатта шифо меёбад. ҳоло гӯй ки духтуром шудааст. ҳеҷ гап не. ту рафта аз паси кора шав, оғои духтур. каме пастуи алдо ҳам оғоз меёбад. мо ҳозир меоем. майлаш, ман меравам. ту боздид. оғои тоҳир, ман бо ин аҳвол туй рафта намехоҳам. чӣ камбудӣ дори дило? ту хеле боқувват ҳастӣ. боварӣ дорам ки ба туй рафта ҳам метавонӣ. кани биё. биё дило. оҳиста оҳиста оҳиста. вай дило, дирӯз оиди як масъала гап заданӣ будам, вале натавонистам.